الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که در این دهه اخیری که ما و شما قرار داریم مهنت ها، طاعت ها، خیرهایی را که در این ماه ما و شما با یک اخلاص انجام دادیم، الله مهربان به درگاهش مقبول گرداند. از الله مهربان دعاگو هستیم که امروزها که روز قبول دعا هست، گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند. تمام مسافرهای ما را الله مهربان صحت و سلامت نگه داره و در این ملک ما، در این وطن ما الله مهربان همیشه آرامی را، تینجی را، آسودگی را بردوام و برقرار نگه داره. الله مهربان هر یک بندگانی که یک نیازی دارند، یک حاجتی دارند که فقط و فقط حاصلش از نزد تو می شود، الله مهربان با فضل کرمت این بندگان تا ناامید نگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرامی، این سوره مبارکه نامش قدر، سوره قدر، عبارت از 5 آیت است و در مکه مکرمه نازل شد. دانشمندان میگویند بعد سوره عبسه سوره قدر نازل شد. برای چی برادران عزیز این سوره را نام ایرا قدر گذاشتن؟ هر یک سوره که با خودش نام دارد، مثال ما داریم سوره فیل، درباره البته همون قهرمان ها گوییم در این سوره فیل های بودن که برای چپه کردن خانه کعبه اونها را رهسپار کرده بودن. هر یک سوره برادران عزیز وقتی که نام میگذارن حتما
مقصد در داخل همون سوره در نسبت او بیانی هست. و برای چی این سوره را قدر گذاشتن؟ خودی آیت قرآن خواندیم که انا انزلناه فی لیلة القدر. اینجا در قدر این شرف گفتگی به خاطر آن است که در این شب، در این ماه قرآن که نازل شده است، و این خاطر این شب را شب قدر میگویند. شبی که از لوح محفوظ به دنیای آسمان این قرآن الله مهربان پایان کرد و در دوام 23 سال تدریجاً به پیامبرمان آیت‌های قرآن نازل شد. خلاص برادران عزیز، قدر به خاطری که در این شب قرآن نازل شد، قدر این شب به خاطر قرآن است. بسیاری از برادران و خواهران سوال میکنند که آیا ما در شب قدر باید چی کار انجام دهیم؟ برادران و خواهران عزیز، ما در حدیث هایی که در نزد من هست که حدیثی هم بخاری و هم مسلم، راوی این حدیث حضرت امام ابو هریره رضی الله عنه گو من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ببینید، هر کسی که پیامبر ما گفتن شب قدر را از روی ایمان، از روی آنی که درک کرد که در این شب نزول قرآن است و از روی اعتقاد، از روی اخلاص، هرگاهی که این شب را شب زنده داری میکند، برادران و خواهران عزیز، پاداش او چی است؟ غفر له ما تقدم من ذنبی. نابسته تو برادر و خواهر عزیز 50 ساله، 70 ساله، هر یک لغزشی که در همین قدر عمرت کرده ای به خاطر شب زنده داری این شب، همه لغزشی تو، گناهی تو، کمبودی تو را الله مهربان از دفتر اعمال دور میکنه. همه ما میدونیم که آفتهایی که در خانه قبر و روز قیامت بر سر ما می آید، یا ما را نزد الله مهربان گردن خم و خجالت میکند، این گناه های ماست که در همین شب اگر ما شب زنده داری داشته باشیم، از روی باز ایمانن و احتسابن، از روی اعتقاد که من به این کتاب خدا دارم، من به این وعده های پروردگارم دارم که الله مهربان مرا این وعده را کرده است، وقتی با این اعتقاد شب زنده داری کنم، همان خطاها و گناه های من همش نابود می شوند. حدیث دیگری که برادران عزیز و گرامی در این کتاب آمده است، میگد
حضرت عایشه مادرمون میارد حدیثی هم بخاری و هم مسلم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احیا اللیل و ایقظ اهله و جده و شد المئزر. ما را وقتی که سوال میکنن که حاجی بابا ما در شب قدر باید چیکار کنیم، عایشه مادر ما نقل کرده سای که از پیامبر در شبهای قدر چی را میدید؟ گفت هرگاهی که دهه اخیری از رمضان، بینین دهه اخیری از رمضان، الخصوص در دیگر حدیث ها می آید روزهای 21 23 25 27 29 شبهای تاق میگیم، ولی باز روی جمهور علما بر این رفتن که شب قدر شب نزول قرآن شب 27 است که از روی حسابها روز شنبه، گمان من است روز شنبه شب قدر است. میگد حضرت عایشه مادرم میگد وقتی که همون دهه اخیر پیامبرمون چیکار میکرد؟ احیا اللیل، حضرت که 10 روز آخری رمضان شب تا به روز به عبادت میگذرانید و همچنان و ایقظ اهله و خانواده را همه را بیدار نگه می داشت. دیگر و جده و اینقدر کوشش و اینقدر عبادتی را که در این دهه اخیر میکرد در دیگر ماها نمیکرد، در دیگر روزها نمیکرد. و شد المئزر و به معنای که همون ریسمانی گویم یا بندی ایزارش میبست. یعنی در ما مردم میگه که مقصد وقتی با یک کار اگر وقتی من خواهم که اراده یک کار انجام دادن کنم میان من میبندم، پیامبرم مقصد میانش میبستند به معنای که همین دهه اخیره حضرت اعتکاف می نشست و شبهای ای را به شب زنده داری می گذرانید. بیاین یک حدیث دیگر می خوانیم بعدا انشالله. حضرت عایشه گفتند قلت یا رسول الله ارأیت این عملت ای لیلة القدر ما اقول فیها. اگر من گفتن ای پیامبر نازنین اگر شب قدر یکی اگر دریافتم، یعنی همون شب اگر من شب زنده داری کردم در همون شب چی بگم؟ قولی گفت بگو عایشه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. این حدیث امام ترمذی اسنادش حسن و صحیح میگه. گفت مادر مانا گفت که شب قدر گفت بیشتر دعا که دعا تمیم باشد، دعای همه تان برادرها خواهرها، فقط همون شب یک دعا است اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا معناش میتونیم به تاجیکی هم دعا کنیم. پروردگارا به درستی این که تو بخشنده ای و دوست میداری بخشیدن را، الله مهربان لغزش‌هام، گناهام، کمبودی‌هام ببخش. این رنگ تسبیحی که شما سبحان الله الحمدلله الله اکبر میگین، مثل همون هم اگر این دعا را شما در اون شب بیشتر کنین
بهترین تعلیماتی که پیامبرمان به عایشه مادرمون کرد. برادران و خواهران عزیز، من اولا الله را سپاسگزاری میکنم که مردم ما الحمدلله که اعتقاد زیاد به شب قدر دارن. زن و مردهای ما او شب زنده داری میکنن. برای همین کسانی که البته در مسجدها هستند، اونها هم در مسجد قیام لیل دارن، نماز شب دارن، یا اینکه قرآن خوانی دارن، ذکر گفتن دارن. مادرایی که شما هم در خانه هاتون، چگونه من تاکید کرده بودم، اعتکاف مادرای ما در درون خانه هاشان، وقتی شما اگر در اعتکاف باشید یا اگر در اعتکاف هم که نباشید، همون شب 27 شما اگر به شرط تا به روز اگر نماز قضا داری، نمازهای قضاتون خوانید. اگر قرآن خوانده میتونی قرآن بخوان، خواه تاجیکیش هم میتونی، خواه عربیش هم میتونی. اگر یگان کتاب هایی که در اطراف قصه های اصحاب پیغمبر است، مسئله و مسائل های دینی است، حتی اوارم میتونی مطالعه کنی. میتونی که تسبیح را گرفته اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میتونی که همین هم شما با مثل تسبیح واری دعا کنین. میتونین هزارها بار الله اکبر بگین، اللهم صل علی محمد بگین. تا به روز میتونین که از نمازهای تهجد خوانین، نمازهای شب تان خوانین. یگان نماز مخصوص ندارد این شب قدر. بسیاری مردم میگن بعضی کتاب های فارسی هایی که هر خیر نمازها آمده است، هیچ کدام اونا اصل ندارن. چیزهایی را که حاضر من به شما اشاره کردم، برادرها و خواهرها عزیز، همین شما انجام تین. فقط شب حرکت کنین که همون شب تا صبح دمیدن تا نماز بامداد همون شب زنده نگه داره. معنایی که در آیت قرآن آمده است انا انزلناه فی لیلة القدر، الله مهربان گو ما در این شب قدر، در این شب قدر، یعنی این شب ما قدردانی کردیم به خاطر آنی که ما در این شب قرآن نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، آیا میدانی که این شب چقدر شب با قدری هست؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. الله مهربان میگه در این شب، میگه در این شب وقتی که تا روز تو به ذکر و به راز و به نیاز و به آبی چشم و با کردارهای بدی که کردی همه را پیش رو میاری و آبی چشم میکنی و توبه میکنی، وقتی این شب تو با این که سپری کردی 1000 ماهی که در او رمضان نباشد، انسان وقتی عبادت میکند در یک شب قدر که عزیزان حساب کردن بیشتر از 83 سال، بیشتر از 83 ساله عبادت را در یک شب در نامه اعمالت الله مهربان می نویسد که این بنده من یعنی 83 سال مرا عبادت کرد، مرا تسبیح گفت، مرا یاد کرد. برادران و خواهران عزیز، از دست نتین. من به شما بارها تکرار میکنم، زیرا که ما نمیدانیم که رمضان دیگر برای ما دست میابیم نمیابیم، تا رمضان دیگر حیات هستیم نیستیم. الحال این فضیلتی که در دست داریم ایرای دستمان نتیم. برادران عزیز، این فرصت های دست نتیم. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر.
شما میدانید که حتی در همون 1000 ماه الله مهربان رحمت کند جناب امام مجاهد که یکی از مفسرهای گرامی است از نام ابن جریر طبری میاره، میگه پیامبرمان برای اصحابش یک قصه کردن. گفتن در بنی اسرائیل یک مرد بود 1000 ماه در راه خدا جنگید. میگه شبها تا روز نماز میخوان، روز تا بیگاه با دشمنای دین می جنگید. و گفتن همه آفرین گفتن به این نفری که این قدر ماه در راه خدا جنگید، شب دراز عبادت کرد، این چه مقدار ثواب گرفت. همین بود میگه که همین آیت نازل شد که اگر امتان تو همین شب را اگر تا به روز زنده نگه دارن، من ثواب همون نفری که 1000 ماه در راه خدا جنگید، شبهاش به نماز گذرانید، من ثواب همون را در نامه اعمالشان می نویسم. و آیت هایی را که بعدا خواندم نزول تمام ملائکه ها هست. مفسرها میگن فوج فوج ملائکه ها در روی زمین دور میگردن، جای خالی از ملائکه ها نیست. میگه هرگاه میبینن که نفر گریه دارد، میبینن که توبه دارد، میبینن که مقصد نماز خوانده است، میگه باید دیگر میگن که کردار این بنده بهتر است از آن تسبیح هایی که ما در پیش الله میگیم. یعنی عبادت شما را ملائکه ها برتر از عبادت خودشان میدانند. و حتی بر هر نفری که اینها اگر اون شب بیدار میابند و او را در حالت عبادت دریاب میکنند، با اهل اونها برادران و خواهران عزیز، بر اهل اونها اینها چیکار میکنن؟ اینها سلام میگن. یعنی سلام ملائکه ها، سلام جبرائیلی برای هر کدام شما همان شب موفق میشین که اگر زمان اونها میآیند که تو قرآن در پیشت کشادگی و تلاوت داری، زمانی که تو در دست تسبیح و الحمدلله و الله اکبر میگوی، زمانی که تو در نمازهای تهجد ایستاده ای، زمانی که آب چشم داری، این فرشته ها و این جناب جبرائیل با همه شما سلام میگوید، با همه شما سلام میکند. از این لحاظ بار دیگر این شب را به همه شما مبارک میگویم. مادرها و خواهرای عزیز، این شب ای دست نتین، دعا کنین. شب قبول دعا هست، هر چیز دلتان میخواهد دعا کنین. علاوه خصوص برای فرزندا دعا کنین، علاوه خصوص برای گذشته هاتان دعا کنین. و برادران عزیز، مهم است که امروز ها ما چگونه قید کردیم، خیلی در دنیا تشویش های زیاد است. دعا کنیم که خداوند این ملک ما را، وطن ما را همیشه آباد و همیشه امن و همیشه خیر نگه بداره و هر نفرهایی که برای نارام کردن این محفل های ما، برای نارام کردن این جامعه ما نقشه ها میکشند، راه ها میجویند، الله مهربان اونها را هیچ وقت به این مقصدهای ناپاکشون نرساند. این دعاها را ما و شما اون شبها انجام دهیم. الله مهربان بازم دعا میکنیم که خداوند توفیق شب زنده داری را برای ما و شما در شب قدر نصیب گرداند و این مکافات ها و اجرهایی که در این شب هست الله مهربان بر یکایک ما و شما نصیب گرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین.